اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ومن هنا تجب العناية بالأولاد. از همین جا برمی آید که واجب است نسبت فرزندان اهمیت دادن. فإن الرجل إذا أراد الزواج يختار المرأة الصالحة. مرد وقتی که میخواهد که ازدواج کند باید که زنی صالحه را انتخاب کند. التي من فوائدها انها تربي الاولاد. یکی از فایده زنی صالح آن است که فرزندها را تربیت میکند علی الخیر، در اطراف تلویزیون نه، به خیر تربیت میکند. اذا كان صالحه، به شرطی که این زن خودش آباد باشد. از زنی آباد فرزندی آباد می شود. لانها موضع البذر والنسل. چون که زن این جای هسته که جای دانکاری، جای نسل کاری. فهمیدی؟ اما زمینی خوب، زمینی که شور نیسته، زمینی که مثال گیریم سر حاصل است، همه باید تلاش میکند که در اینجا گرفته یگان دانه کارد و یگان حاصلی خوب گیرد. زنی صالح هم بمانند انمی زنی صالح بمانند چی بود است؟ انمی زمینی تیار، فهمیدی؟ برای کاشتن دانه، برای کاشتن نسل. فهمیدی؟ فیختار الزوجة الصالحه. شخصی با عقل، مردی با عقل چکار منه؟ زنی صالحه را اختیار میکند. قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که تنکح المرأة لاربع. عادتا مردم زن میگیرن به خاطر 4 چیز. لمالها، این مالدار این گرفتن در کار میگویند. ولی حسبها، این کس این ایشان زاده، این دختر یعنی که این است و آن، این دختری فلانیه گفته. فهمیدی؟ و لجمالها، و کسی دیگه است که برای زیباییش این دختر را سامان معقول شده است که از این دیگه زیباتر نیست، این تیز گرفتن در کار. ولی دینها، آخران میبیند که یک مسکین بیچاره میبیند که برای دین گرفته. یعنی برای دین گرفتن نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخر ذکر میکنند. زیرا کم در کم انسان های است که دیندار زن جستجو میکنه. کسا بسیار کسا فریفتی چند مال پولش استفاده میبرم ان شاء الله، یا که مثال گیریم این نومی هسته گپش میگذره، یا که زیبا هسته که مثال گیریم لذت میبرم. دین داره. فظفر بذات الدین تربت یدک. نه تو دیندارش اختیار کن، دیندارش اختیار کن، دستت به خاک میرسد. یعنی که پشیمان نمیشه. دیندارش اختیار کن، پشیمان نمیشه. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. بخاری و مسلم روایت کردن در صحیحشان، هر دوشان از حدیث ابو هریره رضی الله عنه. نعم. والمنزله نعم لا تنظر الى الجمال وحده. شیخ میفرماد که فقط به زیبایی زن نگاه نکن. ولا الى المال، به مال زن نگاه نکن. ولا الى الحسب، به منصب این زن نگاه نکن. والمنزله عند الناس، و منزلتی که در نزد مردم است تو نگاه نکن. ولكن انظر الى الدین، تو به دین بنگر. فهمیدی؟ اون معنا ندارد که مثال گیرم به دین نگرو با بین که یک عیبجر هسته، یک خنکرو هسته، یا که کج، یک دقده، یا که یک دیگه پسته. نه، یعنی یکم اول تو باید اختیار کنی دین را. لان الدین یجمع الخیر كله. زیرا که دین فراگیرنده و دربرگیرنده کل خیره، همه خیر تو در دین میبینی. اما غیر الدین فقد يحمل المرأة على ما لا تحمد عقباه. اما بیدین باشد، بعضا می شود که انمی بیدینه زن را وادار میکند، گرفتارش میکنه به یک کارهایی که عاقبتش دیگه تعریف کردن نمیشود. یعنی چنان در سر 4 مغزا را میشکند که وای 4 مغزی با آسان شکن هم نیست. فهمیدی؟ با جای 4 مغز شکستن درون سرت میبرود. فهمیدی؟ مغزای سرت میبره از دنی بیدین. فهمیدی سادی؟ جمالها قد یغری بها. اما فقط جمال اختیار کردن، زیبایی را اختیار کردن بعضا میشود که زن بر رسواگی میآورد. بعضا چیکار میکنه؟ جمال زن را بر رسواگی میآورد. والمال قد یطغیها. مال ملک باشد، مال دنیا باشد، چیکار میکند؟ انا زن را به طغیان میآورد.
فهمیدید؟ والحسب تتكبر به على الرجل، بعضا میشود که منصب باشد بالای مردش، بالای شوهرش تکبر میکند. من میدونه کدام ذات و کدام اولاد هستم، میگه من از ایشان زادم، گفته با شوهری بیچاره را به تنگ میارد. اما صاحبت الدین، اما این دیندار باشد، اما صاحبت الدین، اون زنی که و دیندار هسته، فانها لا یاتی منها الا خیر، از زن دیندار فقط خیر می آید. فهمیدید؟ از وی فقط خیر می آید. فاذا رزق منها بذریه صالحه فانها توجههم و تربیهم على الخیر، وقتی که الله سبحانه و تعالی از چنین زن صالحه به مرد ذریت عطا بخشیده شود، فرزند صالح عطا بخشیده شود، میبینی که این زن چیکار میکند؟ ویها را دستوری میکند، راهنمایی میکند، تربیتشو میکند به خیر، چون که خودش صالحه است. و كذلك يشرع للأب اذا رزق بمولود ان يختار له الاسم الحسن. شیخ فرموده شده است که کدام راه ها هست که به همین راه فرزند صالح ما به دست آورده توانیم. همچنین مشروع یکم اصلاح کردن خودت می باشد. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، میگوید الله تعالی در سوره تحریمه، ای کسانی که ایمان آورده اول خودتون آباد شوید، خودتون نگه دارید، و اهلیکم نار، بعد از آن زن و فرزندتون از آتش دوزخ. دویم اختیار کردن زن بوده است. و همچنین مشروع است، در شریعت آمده است برای پدر اذا رزق بمولود، وقتی که الله فرزندش عطا بخشد، ان یختار له الاسم الحسن، برایش نامی نکو را اختیار کند. نامش ادوارد مانده. یک مسلمان نامی فرزندش ادوارد مانده. در روز قیامت مرحمت اینجا بیاد ادوارد، بچه عبدالله یا که بچه فلانه. فهمیده؟ فیسمیه باسم حسن، یعنی نامی نیک ماند فرزندش، ولا یسمیه باسم مکروه، نامی ناخوشو، بلتبایو، چی میشه دو؟ ترغن بایو، سنگین بایو، توش محمد و تبر محمد و بیل لپت کن نماند، تبر تیشن نماند. فهمیدی؟ لأن الاسم له تأثیر على المسمى، انا من نامم با همون کسی که نامگذاری کرده شده تأثیر میبخشد. فهمیدی؟ اما اون محمد، اون کسانی که محمد هستند الکشن، عبدالله عباس هستند دوز متهم هستند، اینا از جهتی به تربیه والدیناشون هستند. این مسکینا، فهمیدی؟ زوری نومش نرسیده است که تأثیر بخشد. هر محل یعنی که فرزندش که محمد بود، او را میگه محمد نام تو نام پیغمبر است، کاری نکن که یعنی که در این نام داودار کنی. گفته اگر تربیتش میکرده اون بچه چیکار میکرد؟ نامش در خودش تاثیر میبخشه. فهمیدی؟ برای خاطر همین است که بعضی کسا حقیقتا بچه‌ش یعنی که سنگی محمد و تاش محمد و بلتبای و تیشبای است، ببینی فرزند صالحه. این از تربیت وابسته بود. فهمیدی؟ و کل له من اسمه نصیب کما یقولون، چخیری که عرب ها میگن هر یک کس از نامش نصیبش میگیرد. هر یک کس از نامش نصیبش میگیرد، یعنی که مثال گیریم همون نامش دیده چی یک میشه همین نامی کیست؟ نامی محمد حس میکند که اگر به شرطی که با محمد شناس باشد دیگر حرکت میکند که اخلاقی محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خود گیرد. کما یقولون چخیلی میگن. وخير الاسماء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وعبد الرحمن، بهترین نام ها در پیشگاه الله چخیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است عبدالله است، عبدالرحمن است. حدیث امام مسلم روایت میکند به لفظی که ان احب اسمائكم الى الله، البته بهترین زیباترین محبوبترین نام های شما به سوی الله عبدالله است و عبدالرحمن است. از حدیث ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن خطاب العدوی، یعنی بأن يعبد لله. فهمیدی؟ یعنی بهترین نام آن نامی هست که برای الله فرزند را عبد گذاشته می شود. بسم من اسماء الله، یعنی که به نام از نامهای الله، مانند عبدالعزیز یا که عبدالرحمن یا که عبدالله یا که عبدالکریم الى آخره. او یسمیه محمدا او علیا او صالحا
یا که فرزندش محمد نامگذاری میکند و علی و چی صالح نامی پیغمبر است و غیر از اینها دیگر نامهای پاکیزه ولا یسمیه باسم تنفر منه الاسماع. فهمیدی؟ نباید که فرزندش یک نام ماند که از این نام گوشها نفرت کنند. فهمیدی؟ فإن الاسم له تأثير على السامع، چون که نام هم و تأثیر میبخشد به همون شنونده هم، و تأثیر علی المسمى تأثیر میبخشد به همون کسی که نام گذاشته شده است. ولی هذا برای خاطر این است که لما جاء سهيل بن عمرو يصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية وهو مشرك لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهول لكم من أمركم. فهمیدی؟ رواه الامام سهل سهول میشد سهول لكم من امركم. رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمه و مروان. خب وقتی که سهيل بن عمرو برای صلح بستن با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه آمد، در حدیبیه آمد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن که چیکار صلح بندن، جنگ نمیشد بین ما. این مشرک بود. وقتی که آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید نام سهیل، بعد چی گفتن؟ سهول لکم من امرکم، یعنی که بعضی کارهای شما را به آسانی می آورد این کس. برای چی؟ تفاعلا باسم سهیل، یعنی چی؟ به نام سهیل تفاعل کرده، یعنی فعل نیک دیده. فعل نیک دیده چیکار کردن؟ همین گپ گفتن. سهیل یعنی که آسان چه، آسانی میده. فالاسم الطیب لا شک ان له تأثیر علی من يسمعه. واقعا نام پاک شک نیست که تأثیر دارد به کسی که اینا میشنود و علی من یسمى به و به همون کسی که وی را به این نام نیک نامگذاری کرده میشد. و كذلك من حقوق الولد على والده ان يعق عنه، همچنین دیگر از حقوق والدین بالای فرزندش از آن که پدر بالای فرزندش از آن عبارت است که چه معذرت بالای فرزندش گفتم و دیگر از حقوق فرزندان خواستم بگویم بالای پدرش از آن عبارت است که ان یعق عنه، یعنی که از نام فرزندش باید که عقیقه کند. بأن يذبح عنه العقيقة عبادة لله وشكرا لله عز وجل، یعنی چکار کند؟ بخاطر عبادت الله شده، بخاطر شکر و سپاسگزاری الله حق سبحانه و تعالی شده، باید که چکار کند؟ یعنی که یگون حیوانی چرا عقیقه میکردگی را عقیقه کند. این انشاءالله در درس آینده میگذاریم. گمان میکنم که کفایت میکند. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.